مثال 213 درباره فونکسیو در اینجا سوالی سایه معین فونکسیو رو که در دنیای ریشه 4 مینوس x کوادرات رو یا بد میپرسد. این نوع سوال چه کار میکنید؟ سایه معین اساس میپرسد که جای x کدام عدد معمولا این فونکسیو درست میشود. یعنی چی معنی دارد در ریشه؟ ما میدونیم که درون ریشه چی که نباشد، کدام عددی که نباشد، همه وقت باید جواب ما مثبت شود. و این a همه وقت باید کلان یا برابری نو باید باشد. یعنی از همین جا رفته من باید نابرابری کار کنم. نابرابری من چی است؟ درون ریشه کواdraتی همه وقت چی نباشه، در مثال ما 4 مینوس x کوادرات همه وقت باید i0 یا برابری i0 کلان باشه یا برابر باید باشه. و این نابرابری کوادراتی است. این ما شما باید دانید. اگر ندانید چه کار میکنیم؟ ریشه ها رو میرویم اول، یعنی که با ضرب شدن جدا میکنیم. با ضرب شدن جدا کنیم میخوام میشود 2 مینوس x 2 پلوس x باید i0 یا برابر i0 باید کلان باشه یا برابر. و از اینجا ریشه رو ما اگر یابم x برابر 2 است، x برابر مینوس 2. ما معادله کار نمیکنیم، ما نابرابری کار میکنیم. و بعد خط میکشیم، خط تیره، و ریشه رو از خود به کلان میکنیم. مینوس 2 و 2. این از مینوس به آخر سر میشه تا به آخره. و بعد یک عدد رو بین این اینتروال ها انتخاب کرده در جای معادله ما میمونم، در اینجا میمونم و میسنجم آیا مثبت میشود یا منفی. به من مثبت بودنشان لازم است. این رقم انتخاب کنیم چند شود؟ بین مینوس به آخر مینوس 2 کدام عدد هست؟ مینوس 3 مینوس 4 مینوس 5 مینوس 10. که بیایم مینوس 10 رو انتخاب کنم. اگر من جای x مینوس 10 مونم، جواب من مثبت میشود یا منفی میشود؟ البته که منفی. شما مونده میتونید یعنی 4 مینوسی چه میکنه؟ باید ببینید که 4 مینوسی 10 در کوادرات. عدد آخرم به ما لازم نیست. ما با فقط لازم است این مثبت است یا منفی. و از اینجا میبینم که 4 مینوسی 100 این مینوسی 96. و از این مثبت. بعد بین اینتروال های مینوس 2 و 2 یک عدد رو انتخاب کنیم. کدام که عدد که نباشد مینوس 1 از 9 گرفتیم، مینوس 1 از 5 یا مینوس 1 خودش یا 0 1 از 6 انتخاب کردیم داریم. بیایم 0 رو گیریم، یعنی آسان کنیم. و ما فقط اشاره لازم است. 0 رو انتخاب کنم، جای x مونم چی میشود؟ مثبت میشود. بعد بین 2 و به آخر یک رقم رو انتخاب کنم 3 باشد، جای x مونم منفی میشود. از اینجا چی خوب است میبریم؟ با من چه گفته بودیم؟ عددهای لازم است که ifade ما رو مثبت باید کنم و من این قسم رو انتخاب میکنم. یعنی ساحه معین ما از مینوس 2 تا 2. دقت کنید دو نوع جواب است، مینوس 2 و 2. یعنی قوس‌های گشاد و قوس‌های محکم. در اینجا من برابری موندم. اگر برابری موافق باشد مینوس 2 وقت میمونم، من همین لیمیت رو اگر مونم با 0 برابر شده میتونم، با درون ریشه 0 شده میتونم. یگان ضرر نداره برای فونکسیون ما. برای همین من جوابی a رو انتخاب میکنم. قوس‌های گشاد چی معنی داره؟ شما مینوس 2 و 2 رو انتخاب کرده نمیتونید. یعنی سبب چی شده نشون که انتخاب نکردن خطا میدهد در فونکسیون شما.